امام زمان کیست؟ ببینید در مورد امام زمان ما دو اعتقاد داریم. یک اعتقاد شیعیان است که میگن امام حسن عسکری فرزندی داشته، در خردسالگی در 4-5 سالگی غیبت صغرا رفته، بعد از مدتی پیش کبرا خانم رفته، یعنی میبخشید غیبت کبرا رفته و همین رفته دیگه تا الان، یعنی شاید 1200 خورده ای سال هست که ایشون در پیش کبرا هستن، در غیبت کبرا هستن و تشریف ندارن. میگن که این امام زمان هست و این امام زمان دنیا رو اداره میکنه. اعتقاد به امام زمان و به 12 امام رکنی از ارکان دین هست در پیش اینها. یعنی شما اگر یکی از این امامان را انکار بکنید، شما مسلمان نیستید، کافر هستید. منکر یکی از این امامان انسان رو از اسلام خارج میکنه. این اعتقاد شیعه است. در نزد اهل سنت چیزی به اسم امامت وجود نداره. نه رکنی از ارکان ایمان هست، نه رکنی از ارکان دین هست و اصلا اعتقاد به امام زمان کسی اعتقاد داشته باشه یا اعتقاد نداشته باشه هیچ خللی در دین و ایمانش وارد نمیکنه. روایت هایی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعضی از این روایت ها متواتر است که در آخر الزمان از نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم از فرزندان حسن ابن علی شخصی که اسمش اسم رسول الله است و اسم پدرش اسم پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم است، محمد ابن عبدالله. این شخص به دنیا می آید و عدل و داد می کند در زمانی که دنیا پر از ظلم و جور شده است. این اعتقاد اهل سنت هست در باره امام زمان.